مدینه شهر روزه و گریه بی صدا. میایی به مدینه سفر کنیم به زیارت قبر امامی که حرم نداره. مدینه یه بقیه یه امامی که حرم نداره، کسی نیستا روی قبرش یه دون شب بذاره. او شاهد واقع است. پدرش حسین ابن علی نوه رسول الله و مادرش شهربانو دختر یزدگرد ساسانی از تبار ایران زمین از شجاعت و استقامت و صبوری نمونه ندارد. پیشوای صالحان، اسوه زهد و تقوا و علم و حلم. این سرو راست قامت تاریخ پیام ابا عبدالله علیه السلام رو زنده نگه داره و به گوش تاریخ برسونه. نه با مجلس روزه گرفتن، اون امکان پذیر نبود، با اشک، با گریه، هر چیزی که تناسبی داشت با واقعه کربلا میدید اشکش جاری میشد. اصلا خود تو کرب و بلای مجسمی، وقتی برای خون خدا گریه میکنی. دوران اسارت خاندان رسول الله آغاز یک قیام فکری بود. چه کسی میتوانست در اوج خفقان امویان و تبلیغات مسموم آنها پرچمدار معارف توحیدی باشد؟ مردم بیخبر از حقایق واقعی کربلا، اما امام در عصر اسارت با خطبه‌های شجاعانه خود وجدانهای خفته را بیدار می‌کند و همان باعث جنبش توابین و قیام مختار در سالهای بعد می‌شود. سرها بر سر نیها در سفر بود، از تب جان تو مولا شعله ور بود. نیایش سلاح او در مبارزه فرهنگی و سنگر او در دفاع از حق و اهل بیت بود. بازمانده روز سرخ عاشورای حسینی و قافله سالار عشق با اسارتش آزادی را تفسیر کرد و با خطبه‌های قراءش سرود بیداری سر داد. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.